وسط خوبی گلزنی رو به میون آوردن بازیگران ما و ضربه رو انتظار هستیم اما از پای میافتد بازیگر خط حمله ما. اینجا کی بود؟ ظریف زاده یا نه؟ کارت زرد میگیرد فوتبال بازی ما برای شاید نیرنگ بازیش. بله این ظریف زاده بود. ولی ببینید حرکتی بازیگری رقم 14 دسته عمان ابراهیم سلیم رو که از پشت بازیگر ما تل هم داد و از من با توسط اسامه عبدول و وضعیت بسیار خطرناک در نزد دروازه ما، ولی خوشبختانه ضربه به منطقه دیگر رفت. ولی موجه دیگری حمله بازیگران دسته عمان از کنار میدان و اینجا داور اشاره میکنند که ضربه کنجی با فایده بازیگران دسته عمان است. بازیگر رقم 21 عبدالعزیز محمد البلوشی در مقابل بازیگران ما رقابت کرد. این هم ضربه اسامه عبدول خلید بود که از پهلوی در وضعیت استانداردی پرتاب خیلی بلند و خفناک هم بودند که ولی خوشبختانه فوتبالبازان ما از کنار چپ در جریمه‌گاه کسی نیست. بسیار بیا توجه میکنیم به موقعیت برای نظریف. یک ضربه و گل بیننده عزیز در دقیقه 71 رقابت دسته نورسان ما موفق میشود توسط ضربه محمد نظریف که چند لحظه پیشتر به میدان آمد. حساب 1-0 میشود با فایده بازیگران دسته نورسان تاجیکستان. بازی آخر در مرحله انتخابی روخت به جام آسیا 2025 از این موقع اصلا من گمان نداشتم که ضربه محمد نظریف با گل انجام می‌یابد. ببینید چگونه مسافت دور بود ولی با پای چپ نظریف توپ را چنان اجرا کرد که دروازه‌بان دسته عمان امکانیتی برگرداندن آن را پیدا نکرد. ضربه زمینی اجرا شد نه هوایی. 1-0 و بسیار حمله یا گل جانانه در اجرای بازیگر رقم 7 دسته ما محمد جان نظریف انجام می شود و بسیار مهارت بلند نشان داد. حالا عکس الحمله بازیگران دسته فوتبال کشورمون رو میبینیم. بیا توجه میکنیم با بازیگزاری بسیار خوب امکانیت برای گل دوم و گل محمد نظریف حساب را 2-0 میکند. بیننده عزیز در دقیقه 81 رقابت بازیگر رقم 7 دسته ما ببینید که چگونه از میان 3 نفر وارد جریمه‌گاه میشود و ضربه را به کنج دروازه علی ابراهیم الاوین روان میکند. 2-0 دوبل میکند حملگری دسته نورسان کشورمون که در قسم دوم به میدان آمد و اینک یک مهارتی بلند نشان میدهد بعد از پس نظرالله اشورالی زاده و باز هم توپ را به همون کنج روان میکند که چند دقیقه پیشتر حساب را کشاده بود محمد نظریف. 2-0 خیلی خوشحال کننده است بازی دسته نورسانمون در قسم دوم و مخصوصا بعدی به میدان آمدنی محمد احمد جان شایف توپ را از اول به بازی میدارد. داور اشاره میکند که زود توپ با بازی در آورده شود. حسن بیکف نظریف توپ از میدان بیرون شد. منتظر صدای اشتراکی داور هستیم. محمد جان نظریف مؤلف 2 گلی دسته نورسانی ما در بازی امروزه در قسم دوم. دقیقه 7 ایلوگی جریان دارد بیننده عزیز. حساب بازی 2-0 بازیگران ما پیش صف هستند و نزدیک میشوند برای به دست آوردن روخت و جام آسیا بین بازیگران 17 ساله در سال 2025. حمله فوتبالبازان ما امکانیت بسیار خوب است. صدای اشتراکی داور رو انتظاریم. حالا با تو فوتبالبازان دسته عمان یک پرتاب خیلی هم بلند و خط حمله این دسته و ارسال نوبتی تو به جریمه‌گاه دسته ما. فوتبالبازان ما توپ را بیرون میکنند. امکانیتی برطرف کردن اون هم هست
پس انجام می‌شود و صدای اشتکی داور از فرجام این رقابت درک می‌دهد. تیم نورستان تاجیکستان با حساب 2-0 پیروز می‌شود و رخت را به جام آسیا 2025 که سال آینده در عربستان سعودی برگزار می‌شود به دست می‌آورد. تبریک می‌کنیم دسته نورستان کشور را با به دست آوردن رخت به جام آسیا در سال آینده بین بازیگران 17 ساله. دو گل جانانه محمد نظریف در نیمه دوم تقدیر رخت را به فایده دسته نورستان تاجیکستان حل و فصل کرد.